سرعت اعدام شهروندان بلوچ در حالی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده که اعتراضات در بلوچستان روز به روز داره بیشتر میشه. نسبت به هفته‌های قبل ما شاهدش بودیم که اعتراضات بیشتر شده، شهرهای بیشتری رو در بر گرفته. طی 2 روز گذشته جمهوری اسلامی 9 زندانی بلوچ رو توی زندان‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان اعدام کرده و طی 20 روز اخیر، یعنی از 17 آبان تا امروز 7 آذر، دست کم 16 زندانی بلوچ رو اعدام کرده. تو زندان‌های بیشتر این اعدامات توی زندان‌های مشهد بوده، مشهد، بیرجند، زابل، زاهدان، ایرانشهر و چابهار. البته این آماری هست که تونستیم به دست بیاریم با توجه به اون فشاری که روی خانواده ها هست، حتی بعد اینکه برای تحویل در واقع جنازه اون زندانی هم تهدید میشن و به خاطر اینکه رسانه‌ای نشه. این اقدام جمهوری اسلامی در میان این اعتراضات تلاشیه که برای ایجاد رعب و وحشت بین معترضان و با توجه به تهدیداتی که دستگاه قضایی ایران طی هفته اخیر داشته نسبت به انقلابیون، من فکر میکنم آغازی هست برای سرکوب بیشتر مردم. ما توی سالهای اخیر مثلا شاهد بودیم که بلوچ‌ها، حالا هر جا که اعتراضی بوده در نقاط مختلف ایران، بلوچ‌ها قربانی شدن. متاسفانه کسایی هستن که به هر حال در زندان‌های ایران اونجا محبوس هستن و یه جوری به یه نحوی در واقع اونها رو به گروگان گرفته و وقتی که مثلا بخواد ایجاد رعب و وحشت بکنه و یا فشاری بر جامعه بیاره و یا به هر حال یک پیامی رو به مردم برسونه، اکثرا بلوچ‌ها رو در واقع اعدام میکنه و به نظر من دلیلش هم اینه که اعدام شهروندان بلوچ براش کم هزینه بوده. کسایی که بازداشت میشن، اعدام میشن، بارها مثلا این اتهاماتی که اونجا هستند اقوامشون با نزدیکاشون اعلام کردن که رد کرده اصلا، ولی اون دستگاه قضایی در راستای همون سیاست‌های کلی نظام در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده که عناوین مثلا مواد مخدر رو مخصوصاً بیشتر بولد کنه و در واقع نشون بده از این طریق که فیلم هایی که در واقع درست میشه، فرهنگ سازی که در واقع ترسی که نسبت به بلوچ ها در بقیه نقاط داره ایجاد میکنه بیخود نیست. در واقع این تلاشیه که جمهوری اسلامی از همون ابتدای کار کرده و من فکر میکنم با توجه به این اعتراضاتی هم که الان ما شاهدش بودیم، خیلی از کسایی که ما شاهدش بودیم مثلا توی نقاط دیگر از هیچ شناختی از بلوچ و بلوچستان نداشتن. در واقع همون پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی تلاش کرده که با ساختن فیلم و در واقع تخریب بلوچ و بلوچستان انجام بده اونجوری شناخته بودن، ولی توی اعتراضات اخیر بلوچ ها ثابت کردند که همه اینها تبلیغات بوده، همه اینا در واقع پروپاگاندای جمهوری اسلامی بوده که اون اتحادی که بین مردم هست، بین نقاط مختلف ایران، از کردستان بگیر تا بلوچستان تا در واقع نقاط مختلف ایران، همه خودشونو ایرانی میدونن، همه خودشونو در واقع برای تغییر الان حاضر کردن، برای انقلابی که ما شاهدش بودیم. جو خفگانی که جمهوری اسلامی اونجا ایجاد کرده، خیلی فشار روی خانواده‌های بازداشتی ها هست که در واقع اطلاع رسانی نکنن. ما سازمان و NGO و یا به هر حال اون حالت ساختار مناسبی که بتونه مثلا این اطلاعات بازداشتی ها رو در بیاره و بتونه مثلا آمار بده به صورت مستند نداریم. منتها با وجود این خیلی از فعالان حقوق بشر داخل هستند و این اطلاعات رو دارن منتشر میکنن
گرچه ما میدونیم که این اطلاعات میتونه بیشتر باشه، ممکنه، ولی با توجه به اون فشار امنیتی که هست، فضای امنیتی که اونجا حاکم هست، اونجا خیلی سخته آمار دقیق بازداشتی ها رو بده. خود جمهوری اسلامی گفته بود که همین چند هفته پیش که دستگاه قضاییش اعلام کرده بود حدود 600 نفر 620 نفر بازداشتی داشته. ما معتقدیم که با توجه به اینکه اون جوی که اونجا هست ما تجربهش کردیم، به تعداد بازداشتی ها خیلی بیشتره. اون کسایی هم که بازداشت هستن اکثرا خیلی هاشون نوجوانن، اصلا زیر 18 سالن و بین بازداشتی ها خیلی از افراد کسایی هستن که خانواده هاشون اصلا نمیدونن مثلا این فرزندمونو اداره اطلاعات گرفته، اطلاعات سپاه گرفته یا کدوم نهاد امنیتی اینو بازداشت کرده، اطلاع رسانی نمیکنن، ضمن اون تهدید هم میکنن. ما خیلی ها رو سراغ داشتیم مثلا بعد اینکه ممکنه به صورت موقت آزاد شده باشن، صحبت هایی که باشون کردیم این بوده که هم شکنجه روحی روانی دیدند، هم این که تهدید شدن به این که با رسانه ها صحبت نکنن، آمار ندن و در واقع تلاش داره میکنه جمهوری اسلامی که اون جو خفگان رو اونجا نگه داره.